حال او شوهرش نمیدونه که این آدم در زندگی ما در نکاح ما در پای فرزندی ما در دست فرزندی ما درک نداره. گفته خب برابرش که گوشی گفتی دستگیریت میکنه. اینا دوستانی عزیز یک برادری ما نام چه جورا؟ چی؟ لقمانه؟ دختر شوهر کده. دختر شوهر بودن در شما طلاق شده؟ نه. دختر در نکاح ما یعنی اویلا ما خونه برام رفت ما توی یادم ما در اصل آربا خوب. ولی سر افتاد نشده یعنی دل گابزنی ما را فهمیدم که سون داشته باشی گفتم دوشنبه بود. در کرغام در کجا زندگی میکنی؟ ما در یک خونه پنسمان زندگی میکنیم با همراه گفتنی در رسم خودش همراهی فرزندش هست. دوستانی عزیز یکی از برادران ما لقمان جان زنده باشد دختر ما هست ما که نفشناس شدیم از کرغام نزد ما اومده است با مقصدی که در زندگی شکست دیدگی است نزد من اومده که دستگیری کن قدمش نور دیده من هست. خب لقمان جان خب نکن تو چی کاره هستی زندگی چگونه هست از ابتدا تا انتها نقل کن. من خودم آروبکش هستم در شهر کلانتپا. راستی من 4 سال میشه که آروبکش هستم در شهر کلانتپا. 4 سال زندگیم در اونجا. من با خود خودم با مهنت خودم با آروبکش خودم یا دختر داشته باشم. دختر رفتم خونه‌شون خوشگوری گاب زدیم دختر خانگیش نروز کردم. عرفان ایبان یک گذشت رفتم دختر نکاح کردم در نکاحشون در مردم گرفتم. 3 سال زندگی کردم قطعیش. من یک بشر دارم با نام یاسین جان 2 ساله و 2 ماه. وقتی که من هنگامی که بزرگ کردم 6 اکتبر سال 2020 همسرم هفتم اکتبر که روزی 2 ساله میشنگی فرزندم ایخونم برآمد با سخن پدرش که پدرش گفتی که یا مرا انتخاب کنی یا شوهر تا اگر شوهر تا انتخاب کنی گفته اوکد نکنی. سبب انتخاب که من یا شوهر تا که تو آروبکش هستی همین قدر است. بعد دختر برآمد ایخونه برآمد رفت روزی ایبان هم یک هفته گذشت نگذشتی اونجا خبر آمد که دختر شوهر کرده. دختر شوهر بودن در شما طلاق شده؟ نه. دختر در نکاح ما در پای 3 ماه فرزندی ما در دست 2 ساله و 2 ماه فرزندی ما برآمد رفت ایخونه شوهر کرد. حال او شوهرش نمیدونه که این آدم در زندگی ما در نکاح ما در پای فرزندی ما در دست فرزندی ما درک نداره. ما تو را حالا اودش فهمیدم که جو مکانش گرد زنی مرا هم قایشان صحبت کنم جواب بگو را بتم که زندگی حلال کنم. یکم کس چی نکردی سری تو روزی که مثلا زندگیش جواب شدی که از پس زندگیش شده ما روزی که جواب شد تو معلوم زندگی شد بعد فرزند گیرم خیلی بیام خطیم زنده باش لقمان جان. من فرزند یگونه فرزند دارم به نام یاسین جان. صورتش هم حتی در برمسته در تلفنم خطی شدم. میخوام که فرزند من در تربیه شده میگیرم. بوده که 2 ساله و 1 ماه بود. این دیروز 2 ساله و 2 ماه شد. بوده که زدگی بودم بوده پیشی گینیش پان سینیه. من گفتم که نهی زدگی نیسته گیری پایی همین خیشدگی هست. لقمان جان مالی یکنی زندگی همین است پستی بلندی دارد. با استواری مرده کبین میخواهد که زندگی همون آباد باشد. خب گفتی یا بایتی کردگی هستم ها؟ بله یا بایتی کردگی هستم. تو نمره من از کجا گرفتی چه خیر شد که نزد من اومدی؟ نمره شما را وقتی که من کلیپ شما را غریبی دو بود دو با همراهی $2 خب در تلفن مسای تماشا کردم نمره تلفن تون برآمدگی گرفتم زنگ زدم که شما گرد زدم شما را فهمیدم که میخوایی. چی گفتم؟ چی گفتی هستم؟ من گفتم اکای فراغ گفتم ما با کشم من میخوام گفتم یک کلیپ یا شعر نوشتگیم هوای را کلیپ کرده برآوردن بعد شما گفته خب برآوردش که گوشی گفتی دستگیریت میکنم. من این خستم روز چهارشنبه روز چهارشنبه من خستم زنگ زدم آمدم بعد دوشنبه و خودم
که انشالله نصیب در نام خداوند نقشان انشالله اگر یک اسکی برای که معقول شود انشالله این کلیپا اوجدش نوشتیستم. زندگی هسته 4 قطار همون شعری همون زندگی تکون چه خیلی هسته؟ شود روزی بیجوی عشقی پاکم بگویی از برایت من هلاکم فیغان الله ها سازی برایم ولی افسوس که من در زیر خاکم. دوستان عزیز این هر چنده که با قلم دیگر تکیه دارد 4 مصرع هسته ما حرکت میکنیم همانیش در بخش یک شعرش کنیم. فاروق ارنجرو که فاروق اوریزاده زنگ میزنیم و برادر ما رحیم پروداکشن هسته که بنیاد خیرخواه هسته. شما خداوند نگهبان باشد و ما با همراهی برادر لقمان جان خوراک نصف روزی می رویم. پس از خوراک نصف روزی باشد برادر ما انشاءالله ارنجرو چک بیاد همراه او مسئولیت میکنیم یا با شناسش میکنیم سروقت شناس میکنیم تالنت آوازش میبینیم که تو چه اندازه هسته بعد از اون این را جواب میتیم با شهر قرغان میرویم.